به نام خدا. سلام به تو دوست نازنینم. اینجا کانال آرامش سپید و من اله غیوری تصمیم گرفتم اینجا رو جایی برای کسانی بسازم که تصمیم گرفتن وسط هیاهوی زندگی برای خودشون یه تیکه آرامش پیدا کنن، اما نه از اون آرامش های موقتی و مصنوعی، یه آرامش از جنس بیداری، از جنس انتخاب، آرامشی که پله پله بسازیش با چشم باز، با دستای خودت. به جمع ما خیلی خیلی خوش اومدی. امروز اومدم سراغ یه موضوع مهم و اساسی، دیسیپلین یا انضباط شخصی. اگه تو هم بارها با انگیزه شروع کردی ولی وسط کار جا زدی، اگه یه عالمه برنامه‌ریزی کردی اما هیچ وقت اونجوری که خواستی جلو نرفت، اگه گاهی فکر میکنی نکنه تو ذاتاً آدم بی اراده‌ای هستی یا اینکه هیچ کاری رو تا آخرش نمیتونی پیش ببری، با من همراه شو، این اپیزود رو تا آخر گوش بده. اینجا قرار نیست سرزنش بشی یا شعار بشنوی. اینجا قراره یکم دقیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و مهربون‌تر به این موضوع با هم دیگه نگاه کنیم. ما دنبال زور زدن با خودمون نیستیم. ما دنبال اینیم که بفهمیم چرا گاهی نمیتونیم پای تصمیمامون وایسیم و مهمتر از اون چطور میتونیم مهارت پایبندی به خودمونو کم کم و آروم آروم بسازیم. چون انضباط شخصی فقط یک ابزار موفقیت نیست، یه جور وفاداری و تعهد با خودمونه. این وایس برای تویی هست که دلت میخواد خودتو جدی بگیری، با مهربونی، نه با تنبیه و قضاوت خودت. خب آماده ای؟ بریم ببینیم انضباط شخصی چیه و چطور میشه پاش وایساد؟ حالا که آماده ای شروع میکنم. میدونم که دنبال تغییری، یه تغییری که از جنس صلح باشه، نه جنگ با خودت. از اون مدل تغییرهایی که بعدش حس نکنی چیزی ازت کم شده، بلکه تازه یه چیزایی هم بهت اضافه شده، مثل احترام، مثل حس رضایت، مثل یه جور قشنگی از بزرگ شدن. امروز قراره راجع به انضباط شخصی برات صحبت کنم، اما نه اون چیزی که تو ذهن خیلی هست، نه اون مدل انضباطی که با سفت گرفتن و فشار آوردن و تند و تیز شدن با خودمون اشتباه گرفته میشه. ما امروز قراره یه فرمول نرم بسازیم، یه فرمولی که بتونه تو رو به هدفهات برسونه بدون اینکه از خودت دل زده بشی. خب انضباط شخصی یعنی چی؟ یعنی کاری که باید انجام بشه، حتی وقتی حال نداری، حتی وقتی که خسته ای، حتی وقتی که حوصلت نیست، ولی خب لازمه انجامش بدی، اما نه به هر قیمتی. خب تو الان گفتی که انضباط شخصی یعنی کاری که باید انجام بشه حتی وقتی حال نداری، خسته یا حوصلت نیست، ولی خب باید انجامش بدی. حالا چرا میگی اما میاری و میگی نه به هر قیمتی؟ اصلا مفهومش چیه؟ مفهوم نه به هر قیمتی در انضباط شخصی یعنی این که ما خودمون رو تبدیل به ماشین اجرای کارا نکنیم، بلکه در عین تعهد آگاه و مهربون باشیم با خودمون. انضباط شخصی سالم انعطاف پذیر و انسانیه، نه خشک و بی‌رحم. گاهی باید آگاهانه بایستی، نگاه کنی و تصمیم بگیری که الان وقت فشار آوردن نیست. پس کی نباید طبق دیسیپلین پیش بریم؟ از کجا تشخیص بدیم؟ چند تا نکته داره. اون نکته ها رو که براتون بگم خودتون متوجهش میشین. نکته اول،
وقتی بدنت داره هشدار میده، مثلا نباید با گلو دردی که آزارت میده، سردرد یا بدن دردی که ناشی از اضطرابته، خودتو مجبور به ادامه کار بکنی. انضباط یعنی به جای رها کردن کامل بدونی و تصمیم بگیری الان استراحت لازمه، بعدش برمیگردم. نکته دوم، وقتی خستگی مزمن داری، اگه چند روز بیوقفه در حال دویدن هستی و ذهنت در هم ریخته شده و تمرکز نداری، ادامه دادن فقط تو رو از خودت دورتر میکنه. گاهی لازمه به جای اجرای چکلیست بخوابی، موزیک گوش بدی یا یه گفتگوی دلگرم کننده داشته باشی. نکته سوم، وقتی کیفیت از بین رفته، ممکنه به برنامه‌ات پایبند باشی اما کارات تبدیل به انجام کار برای تیک زدن شده فقط. تو این وضعیت یه مکث برای بازنگری و بازیابی معنا خیلی مفیدتر از ادامه کورکورانه است. درست شد؟ نکته چندم بود. الان میریم نکته چهارم. وقتی احساسات قوی سرکوب میشن، گاهی یه ناراحتی، خشم یا دلخوری قدیمی زیر کار زیاد مدفون شده، دفن شده. انضباط سالم یعنی فضای شنیدن به این صداها رو هم بدی، نه اینکه بگی باید کار کنم و اون احساسات رو بی صدا کنی، خفشون کنی. نکته پنجم، وقتی توی چرخه بیرحمی افتادی، اگه دیسیپلینت باعث شده با خودت حرفای خشنی بزنی، مثل این تو بی ارزه ای که حال نداری. اگه کارت به اینجا رسید که این حرفو به خودت بزنی، این نشونه زنگ خطره ها. اونجا باید دیسیپلین رو متوقفش کنی و صدای مهربونی با خودتو بلندتر کنی. درست شد؟ پس انضباط شخصی باید از آگاهی بیاد، نه اجبار. گاهی مکث کردن بخش مهمی از ادامه دادنه. بنابراین جمله نه به هر قیمتی یعنی اگه ذهن یا بدنت داره علامت میده که نیاز به توقف، استراحت یا بازبینی داری، بهش گوش کن. انضباط شخصی در خدمت رشد توئه، نه برای له کردن توانت. انضباط واقعی یا دیسیپلین واقعی یعنی ایجاد یک رابطه امن بین تو و تصمیمات. یعنی خودت بتونی روی خودت حساب کنی. یعنی هر روز یه ذره اعتمادت به خودت بیشتر بشه که آره، من اگه با خودم عهد ببندم پاش میمونم. ولی ما خیلی وقتا فکر میکنیم دیسیپلین یعنی شلاق زدن به خودت با بیرحمی. مثلا ساعت 5 صبح بیدار شو، 3 ساعت مطالعه روزانه داشته باش، هیچ کاری رو عقب ننداز، فقط اراده کن انجام بده. و اگه نتونستی یعنی تنبلی، یعنی بی‌عرضه‌ای، یعنی هیچی نشدی. اما این نگاه فقط بهت زخم میزنه. انضباطی که از ترس و تحقیر بیاد شاید یه مدت جواب بده، ولی هیچ وقت پایدار نمیمونه، چون روح و روانتو خسته میکنه، چون آدم احساس امنیت نمیکنه. خب حالا میخوام برم سراغ 4 پایه انضباط شخصی. وقتی اسم 4 پایه رو میشنویم یاد چی میفتیم؟ من یه دو لحظه میفتم که خیلی از سر و پا موندن خسته شدم و دلم میخواد چی پیدا کنم روش بشینم، با آرامش به من احساس امنیت بده وقتی روش میشینم. حالا وقتی در هیاهوی زندگی هستی
و کلی احساس میکنی که زندگی دیگه اون نظم همیشگی رو نداره، به هم ریخته است، کارات عقب میمونن، اصلا نمیدونی چی به چیه، هیچ کنترلی رو زندگیت نداری، این 4 پایه انضباط شخصی میتونه کمکت کنه. بریم سراغ پایه اولش، آگاهی نه اجبار. ما به جای اجبار باید از آگاهی شروع کنیم. اول بفهم چرا میخوای کاری رو انجام بدی، هدفت چیه، برای کی میخوای، اگه انجامش ندی از کی میترسی. این سوالا رو جواب بده تا بهت یه تمرین کوچیکم بگم. اون تمرین اینه، همین الان یه کاری رو که هی عقبش میندازی بیار تو ذهنت، مثل ورزش کردن. حالا منظور من از ورزش کردن مثلا یه ورزش سنگینی که حتما باید تو باشگاه باشه نیستا. شما در نظر بگیر پیاده روی، حالا یا صبح یا عصر یا آخر شب، یا مثل زودتر خوابیدن، مثل کم کردن تایم استفاده از گوشی. حالا این 3 سوال رو با خودت مرور کن. سال اول، چرا میخوام انجامش بدم؟ چه حسی دارم وقتی انجامش نمیدم؟ چی ممکنه درونم باشه که مانعم بشه که انجامش بدم؟ وقتی جواب این 3 سوال رو پیدا کنی متوجه میشی توی کجای راهی، و وقتی بفهمی چرا انجام نمیدی دیگه فقط به خاطر فشار اجتماعی یا مقایسه خودتو وادار نمی کنی انجامش بدی، بلکه با خودت همداستان میشی. بریم سراغ پایه دوم، پیمانهای کوچک روزانه. و اینکه چرا عادتهای کوچیک انضباط ماندگار میسازن. ما معمولاً تو دام یه باور خطرناک میافتیم. اونم اینه که به این جمله باور داریم، اگه کاری بزرگ نیست پس ارزشی نداره که انجامش بدم. یعنی حتما یه هدف باید بزرگ باشه تا من براش تلاش کنم. ولی واقعیت اینه که انضباط واقعی از دل کارهای کوچیک اما مداوم و پیوسته در میاد، نه از تصمیم‌های هیجانی، نه از قول‌های شبانه که صبح یادمون میره دیشب چه قولی به خودمون دادیم. ما نیاز به پیمان‌های کوچیک داریم، قول‌هایی که خودمون به خودمون میدیم و میتونیم به راحتی انجامشون بدیم. مثلا امروز فقط 5 دقیقه پیاده روی میکنم. شاید بگی من تا حاضر شم تا برم تو خیابون تا 5 دقیقه پیاده روی بشه اصلا حوصله‌شو ندارم. توی خونت هر متراژی که خونت داره تو همون خونه با هر سرعتی که میتونی پیاده روی کن. 5 دقیقه آلارم بذار، 5 دقیقه میخوام تو خونه راه برم. این دیگه اوج تنبلی کسیه که حال نداره بره بیرون. حالا میخوای 5 دقیقه هم کمترش کن، ارفاق کن به خودت، ولی شروع کن. اون شروع کردن خیلی مهمه. مثال بعدی این که امشب فقط 10 دقیقه زودتر میخوابم. امروز فقط 1 لیوان آب بیشتر بخورم. فقط 1 صفحه کتاب امروز بیشتر بخونم، نه 1 فصل کامل. در این خصوص ممکنه براتون سوال پیش بیاد چرا باید کارا رو کم کم شروع کنیم؟ این یه بحث تقریبا مفصله که تو وایس بعدی براتون توضیحش رو میگم، چون نخواستم این وایس طولانی بشه که خسته بشید. بریم سراغ پایه سوم، رابطه امن با خودت. بذار یه چیزی رو با هم رو راست باشیم. بیشتر ماها بلد نیستیم یه رابطه امن با خودمون بسازیم. اگه یه روز نتونستیم کاری رو که گفتیم انجام بدیم، چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به کوبیدن خودمون. بازم که خراب کردی، که همینه دیگه، هیچ وقت درست نمیشی، همه میتونن جز تو. ولی خب بذار یه چیزی بگم.
اونی که به خودش فحش میده یاد نمیگیره، فقط میترسه و ترس هیچ وقت یادگیری پایدار نمیسازه. پس بیا یاد بگیریم که اگه یه روز زمین خوردیم خودمونو به جای شماتت کردن بلند کنیم، با خودمون حرف بزنیم مثل یه مادر صبور، نه یه ناظم بد اخلاق. مثلا وقتی یه جا خراب کردی بگو امروز نشد ولی مهم نیست، من دارم تلاش میکنم، فردا دوباره شروع میکنم، نه از صفر، از جایی که الان هستم. این جمله ها ستون های رابطه امن با خودتن، جایی که یاد میگیری هر بار زمین خوردن پایان راه نیست، فقط یه توقف کوچیکه. موافقی بریم سراغ پایه 4 و این 4 پایه انضباط شخصی رو کاملش کنیم؟ مرسی. پیوند با لذت و معنا. انضباطی که توش لذت نباشه فرسایشیه، انضباطی که توش معنا نباشه بیجون میشه. حالا وقتشه از خودت بپرسی این کاری که میخوام مداوم انجام بدم چه لذتی برام داره؟ چه معنایی برام میسازه؟ چرا اصلا برام مهمه که این مسیر رو ادامه بدم؟ تو قراره فقط مدام انجامش بدی، نه مدام خودتو شکنجه کنی. پس سعی کن یه لذت کوچیک براش بذاری. مثلا اگه میخوای ورزش رو شروع کنی، همون پیاده روی ساده روزانه شده 5 دقیقه 10 دقیقه، موسیقی بذار، با موسیقی ورزش تو انجام بده. یا توی طبیعت باش، تو پارک نزدیک خونتون، اونجا برو پیاده روی کن. یا آخرش به خودت یه چای داغ جایزه بده. و مهمتر از اون از خودت بپرس من دارم این کارو برای کی انجام میدم؟ برای کی میخوام قوی تر و منظم تر باشم؟ اگه جوابش خودت باشی، اون وقت انضباطت یه عمق جدید پیدا میکنه، چون از درون میاد، نه از رقابت و تقلید. حالا اگه اجازه میدی یه خلاصه کوچیک داشته باشم برات. انضباط شخصی یعنی وفاداری به خودت، نه خشونت با خودت. یعنی آگاهی به چرایی، نه اجبار. یعنی پیمانهای کوچیک، نه قولهای هیجانی. یعنی رابطه امن با خودت، نه سرزنش دائمی. یعنی لذت و معنا، نه رنج و فرسایش. یه تمرین کوچیک برای امروزت بگم. همین الان یه پیمان کوچیک روزانه با خودت ببند. یه قول کوچیک به خودت بده. ببین چی بهت حس خوبی میده که هم قابل انجامه، هم توی مسیر رشده. و فقط 3 روز اونو انجام بده، نه بیشتر نه سخت‌تر، فقط همون یکی. چند مثال ساده برات میگم از پیمانهای کوچیک روزانه، از قولهای کوچیکی که روزانه بتونی انجامش بدی تا یه تمرین کوچیک باشه برات، برای اینکه انجام این تمرین برات حسابی جا بیفته. مثال اول، اگه صبح بیحال بیدار میشی، 3 روز صبحها بعد از بیدار شدن فقط یه لیوان آب ولرم با یه قطره لیمو بخور. اگه از بی‌نظمی خونه زندگی خسته شدی ولی حوصله نداری، فقط 3 روز شب قبل خواب روی کانتر آشپزخونه رو خالی بذار. اگه دلت میخواد به جسمت توجه کنی، 3 روز، فقط 3 روز و فقط 5 دقیقه نرمش کششی آروم تو پذیرایی خونت داشته باش. اگه احساس میکنی دائم نگران و تو فکری، 3 روز هر شب قبل خواب یه صفحه توی دفترت بنویس که چه چیزی امروز خوب بود، چه چیزی امروز نگرانت کرد و چه چیزی باعث شد که تو فکر بری. اگه احساس بی‌ارزشی
یا بیحالی میکنی 3 روز هر روز یه جمله به خودت بگو که دلت میخواد باورش کنی. مثلا من هم مهمم. اگه حواست به تغذیه‌ات نبود 3 روز فقط یه وعده میوه بخور یا سبزیجات. فقط همین. یه نکته مهم من بگم حسن ختام، اونم اینه که این قولها و تعهدهایی که با خودت میبندی نه قراره تو رو خسته کنه، نه قراره همه چی رو یهو عوض کنه. فقط قراره امروزت رو یه کوچولو بهتر کنه. یادت باشه انضباطی که در دل آرامش شکل بگیره میمونه. مثل ریشه محکم یک درخت که شاید رشدش معلوم نباشه، ولی یه روز میبینی که شده پناهگاه خودت.